خدا در خواب نازم نشست با من سر راز و نیازم. شرابی بود و نان سنگکی داغ، نشستی گوشه دنج ته باغ. دو سه پیمانه و سازی و آواز، به مستی شد خدا گوینده راز. به من گفت از شما من دردمندم، بگو من با شما آخر چه کردم؟ چرا باید ز خود آیین درآرید، به نام من کتاب و دین درآرید؟ اگر خواهم به دنیا من نگاهم، بدان موسی و عیسی را نخواهم. چرا تیغ محمد را بجویم، اگر خواهم کسی آید به سویم؟ بابا نه انجیل و نه تورات و نه قرآن، نبوده دفتر من ناشر آن. همه کار ریاکاران و رندان، به هر دوران ظهور این رسولان. رگ خواب زمان در دست آنان، ستون جاهلان هم پشت آنان. گهی بر من نهادن نام الله، شدیم غارتگر و یاغی صحرا. گهی هم ما شدیم بابای عیسی، بشد مریم به عقد و صیغه ما. گهی در مصر به همراهی موسی، در آوردیم پدر از پیر و برنا. محمد را شدیم زنباره او، رئیس درب روسبی خانه او. به هر جا یک زنی را زیر سر کرد، به نام بنده هم یک آیه در کرد. اگر او عاشق 9 ساله ها شد، چرا حقش به نام من روا شد؟ چرا باید به نام من بجنگید، دهانها را به نام من ببندید؟ که بنده گر خدایم بی نیازم، نه پایان و نه آغاز پیازم. نماز و روزه کی خواهم ز یارم، غم بر سر زدن کی بوده کارم؟ اگر از تن جدا کردید شما سر، چرا نعره زنید الله اکبر؟ اگر از تن جدا کردید شما سر، چرا نعره کشید الله اکبر؟ بدان آیین من زور و جفا نیست، که این دیوانگی ها کار ما نیست. که راه من بود مهر و سعادت، کجا راه جهاد است و شهادت؟ کجا گفتم که من خانه ندارم، سرم را من کجا شبها گذارم؟ خدا را کی سرای و خانه باشد، کنشت و کعبه و بتخانه باشد؟ بیا از ما درآر این دست آخر، بکش از ما برون جان برادر. غلط کردم که آدم آفریدم، به جان مادرم دیگر بریدم. خدا پیمانه آخر به لب بست، سپس خسته 2 چشمانش به هم بست. سکوتی بود و از دور